لوکس‌ترین فرودگاه دنیاست. توش پر از مغازه‌های خاص و رستوران‌های خفن و حتی یه سرسره 4 طبقه است. قراره براتون 50 ساعت اینجا بمونیم، ولی یه قانون عجیب داره، کسی نباید بیشتر از 24 ساعت اینجا بمونه. واسه همین باید خیلی یواشکی رفتار کنیم که گیر نیفت. عقب فیلمبرداری ممنوعه، لطفاً دوربینتون رو خاموش کنید. حالا که قراره این همه بمونیم، بریم یه فری بخوریم ببینیم اینجا چه خبره، چیا دارن. اینجا جزء فرودگاه یا ورودی داره؟ شهر بازی. پس شهر بازیه. نگاه کن چقدر خفنه. دوستان با اجازهتون ما داریم میریم طبقه 7. واقعا نمیدونم چیه. اینجا آدم خیلی راحت گور ولی از میشه. ایران مال کوچیک‌تره. خدا کوچیک‌تره. از این ربات گارسونایی که اینجا دارن ما تو ایران خودمون هم داریم. آقا پشماتون، کارمندای فرودگاه و تخلیه اطلاعاتی کردن. اینجا نگهباناش خیلی مهربونن یا اکشون فیل افتادن. اگه گیرت بندازن دیگه نمیذارن از کشور بری. این تازه ساعت اولمونه. 49 ساعت دیگه مونده و کلی برنامه داریم. مثلا می‌خوایم بریم استخر داخل ترمینال که تنها استخر فرودگاهی دنیاست. باغ پروانه ها داره، سینمای 24 ساعته داره، خیلی چیزا. اینجا دوربین و نگهبانه، باید خیلی مراقب باشید. این دیگه چه کوفتیه؟ یه دستگاه پشمک زن رباتی پیدا کردیم. پشمک این گل درست میکنه، ولی خدایی پشمک‌های شهربازی‌ها هم بهتره. نه نیست، این بهترین پشمکیه که تو عمرم خوردم. هر مغازه‌ای که فکر کنی اینجا نمایندگی. اینجا صابونای سیدنی سوینیو میده، اون پشتم کتونی میده، هر مدلی که بخوای. اینجا نمایندگی نایکیه، ولی خب ما میدونیم فیکه، اصلا نمیتونن بیارن. آقا تا حالا تو فرودگاه غذای ژاپنی خوردی؟ پک اینجا که بسته است که خب هیچی، پس بعداً میایم، ولش کن. خب آقا چراغا هم که خاموش کردن، آبشار هم قطع شده، پله برقی ها هم خاموشه. انقدر دیره که کارمندای فرودگاه هم حتی خوابیدن. همه جا تاریکه و مردم رو زمین خوابیدن. از همخوابی با غریبه ها خاطره خوبی ندارم، ولی خوشبختانه اینجا هتل داره. امشب اتاق نداریم آقا. یعنی اتاقاتون پر شده، ندارید چی؟ نه خیر. ای بابا. پس من با اون میخوابم، تو با قرص خواب. فکرم مشغول خوابم نمیشه. آقا ما یکم دیگه پروازمون بلند میشه. شما جایی رو میشناسید که خودمون بلند آره میتونید برید گالری تماشای هواپیماها طبقه 3. زنده باد. اینجا نوشته نخوابید که، یارو خودش گفت بیایم اینجا بخوایم، ولی نوشته خوابیدن ممنوعه. خوابم میاد. منم همینطور. انقدر اینجا نگهبان داره انگار خارمادرشون با تاپ شلوارک این تو. چند تا پله اون طرف است، شاید بشه اونجا دراز نوشته ممنوعه، ولی خب مجبوریم دیگه، چیکار کنیم؟ بزرگترین تمون اینه که یکی نصف شب بیاد وسایلمون رو بدزده. اوف، ببین چی پیدا کردم، یه تیکه از بهشت. همینجا زیلو پهن می‌کنیم میخوابیم. یکم پیشمون خوابیده. پاسپورتمون تو این کیفه، پس ازش به عنوان بالشت استفاده می‌کنیم. سلام بهونه قشنگی. خوب خوابیدی؟ میگم خوب خوابیدی؟ من لالاییدم. ای کاش منم مثل اون کیسه خواب داشتم راحت میخوابیدم. دریغ از یه بالشه بود. خداحافظ، سلام برسون. من که نمیشناختمش، به کی باید سلام برسونه؟ خب اینجا هم داریم دوش میگیریم. سلام، خوبیت خانم؟ احمد حاج خانم. شبیه موش آب کشیده شدی. بزن بریم یه چیزی بخوریم. اینجا لاکچری ترین صبحونه فروشی فرودگاه. شیر مادر، نان پدر، حلالش. پاستای میگو و صدفه. کدوم خری سر صبحونه بخوری؟ من البته اون قسمت رو تایید نمی‌کنم. چه خوشمزه. بعد از یه صبحونه توپ، اولین برخوردمون با نیروهای امنیتی اتفاق افتاد. باید آماده بشیم، دارم میان سمت. چیکار کنیم؟ اون دقیقاً اون گوشه اونا. ببخشید کارت پرواز داری؟ جان؟ چکین کردید؟ انگلیسی خیلی کم. جان؟ عقب فیلمبرداری ممنوعه، لطفاً دوربینتون رو خاموش کنید. چشمت بیر بالا. زول زده بهمون پدسته. جونتون؟ آره. وای حالا چه گلی به سر بگیری. حالا میگیرنه. قلبم از تای حلقم زد بیرون، اینا و شلقم. احساس میکنم از زیر چشمان تیزبینشون در امان نیستی. خسته نباشی. الان که پلیس امنیتی ما رو دید، باید خیلی بیشتر حواسمون جمع باشه. بیاید بریم یکم ورزش کنیم. برو که رفتی. برگر و سیب زمینی کنار استخر. کی فکر می‌کنه همچین چیزی تو فرودگاه باشه؟ مدرسان شهر. جایی که غم نباشه. برو بریم. اونجا جاییه که کل ترافیک هواپیما رو کنترل میکنن. الان استخر کاملا مال ماست، در حالی که بقیه دارن میدوئن دنبال پروازشون. منم اینجا دارم ریلکس میکنم. رسیدیم به باغ پرندگان. این فرودگاه یه رودخونه واقعی هم داره. از یه سری سوراخ رو زمین دود داره میاد بیرون. میخوایم بریم سوار این سرسره گنده بشیم. یه سرسره دیگه هم 4 طبقه است و میره یه ترمینال دیگه، پس ولش کن. بزن بریم آقا. بیام کمک. نه بلدم. خیلی حال میده. ریدم. گیر کردم. پات رفت تو باسنم حیوان. الان وسط روز دومیم و هنوز دستگیر نشدیم. میتونیم هر گیوهری که دلمون خواست بیافشیم. الان داریم میریم توی یه 1000 توی بوته‌ای. چجوری بفهمیم راه درست کدومه؟ فکر می‌کردم بچه بازیه ولی گم شده.
جعبه کمک‌های اولیه اینجاست. فکر کنم اینجا بچه باز کمک. فکر کنم راه خروج رو پیدا کردیم. بالاخره ازش اومدیم بیرون. نیم ساعت هم توش بودیم. تر زده بود. الان روی پل شیشه‌ایم، روی کل فرودگاه. خیلی عجیب. خیلی ترسناکه. خدا همش استرس دارم یه وقت بیان بگیرن اون با تیپا بندازنمون بیرون. اگه این استرس هم نبود واقعا تجربه خفنی میشد. پس قدم بعدی چیه؟ پاش بریم لباس عوض کنیم. باید یه کاری کنیم که نشناسنمون. پس میریم یه دست لباس جدید میخریم. اینجا هم که خدا رو شکر مغازه زیاد. اگه میخوایم خودمون رو قایم کنیم باید استتار کنیم. دمپای توالتا چنده؟ تا چند ساعت دیگه میشه تو فرودگاه؟ یه 24 ساعتی میشه اگه پلیس نگیره. واسه همین دارم لباس عوض میکنم دیگه. 24 ساعتم پر شده برادرم. شده خزوخیل بگرد ولی با این لباسا استتار کن. شبیه مستندسازا شده. خیلی مسخره شده. دهنت نظر در ظاهرمون این یکی رو دوست دارم. شبیه موز نشده؟ قابل تحمله. داریم سعی میکنیم قایم شیم داداش. از کی؟ از پلیس دیگه. بعدش رفتیم ترامپولین پارک و یه دوست جدید پیدا کردیم. داریم با آرام میپریم. به مامانم سلام کن. سلام مامان. الان تو شهربازی داخل فرودگاهیم. باورم نمیشه تو فرودگاه جایزه بردم پول خرج کردم. واقعا دهنمون داره سرویس میشه. حسابی گشنه شدیم. واسه همین داریم میریم رستوران رامنی که ستاره میشلن داره. همش گوشته. خیلی خوبه. امشب حتما باید بهتر از دیشب بخوابیم. بریم ببینیم هتل اتاق داره. سلام خانم. آقا چند ساعت میشه اینجامون ببخشید؟ 6 ساعت. 6 ساعت؟ خیلی ممنون. زنده باشید. آقا میگه فقط 6 ساعت میشه اینجامون. فقط 6 ساعت؟ خوشبختانه این چالشمون هم داره تموم میشه. ولی چقدر قانونای من درآوردی دارن اینجا. واه چقدر خوبه اینجا. خیالم راحت‌تره چون دیگه نیروی امنیتی بالا سرمون نیست. میتونیم یه خواب حسابی بکنیم. خیلی خوبه. ببین هم هتل هم لوکسه. یعنی باورم نمیشه تو فرودگاه همچین چیزی وجود داشته باشه. خیلی خوبه. این فرودگاه تا الان عالی بود. فرودگاه‌های خودمون ببینن یاد بگیرن. اینجا یه تخت راحت. امشب خیلی خوب. این اولین باره که وارد ترمینال 3 میشیم. فرودگاه اینقدر بزرگه که تازه رسیدیم اینجا. ما تو فرودگاه ما اینجا یه سینما هم هست. 3 تا سالن که 24 ساعته فیلم پخش میکنن. پروازمون داره بلند میشه. وقتش خودمونم بلند شیم که چک لیستمون تموم شه. الان تو باغ پروانه‌هاییم و اون طرف هواپیماها دارن پرواز میکنن. خیلی عجیب. داشتیم حالای آخرمون رو میکردیم که یکی اومد حالمون رو گرفت. شماره پروازتون چیه؟ میریم سان فرانسیسکو جناب. کارت پروازت کو؟ کارت پرواز میخوان؟ آره. بفرمایید. نزدیک بود. ازم کارت پرواز خواست. واقعا ولی چون دم رفتنه دیگه مشکلی نداره. نزدیک 50 ساعت تو این فرودگاه بودیم و بالاخره وقت سرسره 4 طبقه است. این بزرگترین سرسره‌ایه که تا حالا رفتم. دوباره؟ چه حالی میده. من نمیدونم کجا. خیلی حال داد. وایسا ببینم. رفتم توی ساختمون دیگه. اینجا چه خبره؟ اینقدر سنگین تو عشق و حال بودیم که فهمیدیم یه ربع دیگه پروازمون میپره. باید بدویم سمت گیت. تنها بچخی که الان ممکنه بیاد اینه که پاسپورتمون رو اسکن کنن بفهمن چند وقت اینجاییم. ممنونم. باورم نمیشه که گیر نیفتادیم. 50 ساعت تو لوکس ترین فرودگاه دنیا دووم آوردیم. پرواز برگشت 19 ساعت است. خیلی